enjoy the match آخرین جمله‌ای که مربی تو رختکن به بازیکنش میگه. درود بر شما همراهان عزیز. همونطور که قبلا به تعدادی از عزیزان قول داده بودم در مورد مربیگری و شیوه های تمرینی با هم صحبت کنیم، امروز یک ویدیو کوتاهی از آقای مجید جلالی و همچنین یه ویدیو از یکی از مربیان فوتبال پایه در تهران به دستم رسید که بهانه‌ای شد برای شروع این کار و امیدوارم در ادامه بتونیم بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشیم و از تجربیات هم دیگه استفاده کنیم. ابتدا بریم صحبت‌های آقای مجید جلالی از مربیان با سابقه فوتبال ایران در مورد مربیگری و انتقادی که ایشون به شیوه‌های مربیگری دارن ببینیم و بشنویم، برمیگردیم بیشتر صحبت کنیم. مربیگری، شما یه علوم مربیگری دارید. مثلا من اگه علوم مربیگری عالی ترین سطح هم باشه، این علوم باید تبدیل به یه چیزی بشه تا بچه رو پیشرفت بده. علوم من اون بچه رو پیشرفت نمیده. الان میبینید که مربیای ما کلاس میرن، مدرک میگیرن، بعد کلاس کنار زمین به بچه داد میزنن، فریاد میزنن، برو برگرد. اون بچه به فریاد من نیازی نداره، اون بچه به سواد من نیاز داره، به سواد تمرینی من. اصل موضوع چیه؟ علوم تمرینیه. خب دوستان، آقای جلالی انتقادشون به شیوه های مربیگری است، اینکه مربیان ما علیرغم اینکه مدرک رو هم از فدراسیون فوتبال گرفتن و شاید باور نکردنی است تعداد صدور کارت مربیگری آسیا برای مربیان فوتبال در ایران، فکر کنم در کل آسیا به اندازه ایران اینقدر مربی آسیا صادر نشده باشه، اما بازدهیشون کجاست؟ انتقاد آقای جلالی بسیار بجاست. شیوه های تمرینی برای سنین مختلف متفاوته و ما نمیتونیم از یک شیوه تمرینی برای تمام رده‌های سنی استفاده کنیم. رده‌های سنی زیر 13-14 سال اصلا نیازی به تمرینات هوازی و بدنسازی ندارن. این بچه‌ها اصلا عضله‌ای ندارن که ما بخوایم براشون تمرینات این چنینی در نظر بگیریم. برعکس، زیر 18 زیر 20 سال ما اصلا نیازی به تمرینات آموزش بغل پا یا شوت زدن ندارن. هر سنی خاصه حال و هوای اون سن بایستی براش طراحی تمرین بشه، بهشون تکنیک آموزش بدن، بذارن از بازی کردنشون لذت ببرن. نکته بعدی که آقای جلالی اشاره کردن و تأکیدم روش داشتن اینه که مربیگری داد زدن نیست. ویدیو دومی که ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم رو برخلاف میل باطنیم دوست دارم که شما هم ببینید، برمیگردیم در موردش صحبت. خب دوستان، این مربی که اینطوری از کوره در رفت و کنار زمین اومد و بازیکنش رو با این فریاد و عربده کشیدن تحقیر کرد کسی نیست جز آقای مهدی توتونچی، مجری یکی از برنامه‌های ورزشی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. اینی که چگونه به نیمکت تیمی مثل سایپا رسیده اصلا جای بحثی نداره، اما در مورد شیوه برخوردش با بازیکنش چرا؟ من به عنوان یک همکار، به عنوان یک مربی فوتبال به این شیوه برخورد انتقاد دارم. من یک مربی فوتبالم، نه یک معلم اخلاق.
از بعد فنی میخوام در مورد این برخورد آقای توتونجی انتقاد داشته باشم. آقای توتونجی با این نعره و فریادی که سر بازیکنش کشید گفتش که سر توپ نزن. کاش میدونستن آقای توتونجی که 90% فوتبال تکنیکه. یک بازیکن باید بتونه سر توپ بزنه، بازیکن مقابلش رو از پیش رو برداره تا بتونه سانتر کنه و یک تاکتیک رو به نمایش بگذاره. باید خوشحال باشیم امثال توتونچی ها مربی پایه تیمی نبودن که درش رونالدینهو، مسی و مارادونا بازی میکردن و الا الان دنیای فوتبال از وجود این سه ابرستاره فوتبال دنیا محروم بود. آقای توتونچی کاش بره بپرسه، تحقیق کنه، پیدا کنه، ببینه فیلم های مسی در تیم های پایه بارسلونا چگونه بازی میکرد، در تیم بزرگسالان بارسلونا، در تیم بی و یک بارسلونا چطور بازی میکرد، مگر نه اینکه تاکتیک بارسلونا پشت تکنیک مسی، پشت سر توپ زدن های مسی پنهان شده بود. آقای توتونچی قطعاً یک مجری خوب با سیمای مخاطب پسند هستند، اما در دنیای فوتبال اثر انگشت و کتابی از ایشون به جایی نخواهد ماند. یک نویسنده وقتی موفقه که بتونه منظورش رو در کوتاه‌ترین جملات با کمترین کلمات به مخاطبش حالی کنه، برسونه، انتقال بده. آقای جلالی هم اشاره کردن که مربیان ما نمیتونن این کار رو بکنن. حلقه گم شده مربیگری در فوتبال ایران 2 کلمه است: قدرت انتقال. بودن بازیکنان بزرگی رو داشتیم، بازی‌های ملی زیادی داشتن در فوتبال کشورمون، اما در امر مربیگری به جایی نرسیدن. در فوتبال دنیا هم ما مارادونا رو داشتیم، میشل پلاتینی، لوتار ماتئوس، که هر کدوم در کشورهاشون خداوندگار فوتبال بودند. سالهای سال شاید کسی به گرد پای این سه در فوتبال آرژانتین، آلمان و فرانسه نرسه، اما در امر مربیگری به جایی نرسیدن. چرا؟ برای اینکه قدرت انتقال نداشتن، وگرنه تکنیک و فوتبالی که مارادونا بازی میکرد رو فکر کنم تا دهه‌های آینده کسی نبینه، نداشته باشه، نمایش نتونه بده. بنابراین اگر دنبال حرفه مربیگری هستیم، بایستی در وجود خودمون ببینیم که آیا قدرت انتقال دانش فوتبال رو داریم یا نه. شهامت الیور کان ستودنی است. سال آخر فوتبالش رسما اعلام کرد که من وارد دنیای مربیگری نخواهم شد. ما از الیور کان بزرگتر در فوتبال دنیا نداریم. دروازه‌بانی که یک تنه تیمش رو به فینال جام جهانی 2002 برد. واکنش‌های عجیب و غریبش در بوندسلیگا و در تیم ملی آلمان. کاش فدراسیون فوتبال قبل از صدور فله‌ای کارت مربیگری آسیا یک استعدادیابی در بین متقاضیان مربیگری انجام میداد، ببینه کدوم یک از این متقاضیان مربیگری دارای قدرت انتقال بهتر و بیشتری هستند. بدون داشتن خصیصه‌ای به نام قدرت انتقال هیچ مربی در دنیا موفق نخواهد شد. ما مربیان گمنامی داشتیم در فوتبال دنیا که تیمشون رو به فینال جام جهانی رسوندن. دکتر بیلاردو آرژانتین رو 2 بار به فینال جام جهانی رسوند. همین امروزی که ما درش زندگی میکنیم، ژوزه مورینیو بازیکن گمنامی بود که اومد با قدرت انتقالی که در وجودش داشت دانش فوتبال رو به شاگردانش انتقال داد و از هیچ به قله فوتبال اروپا رسید.